از تولد در روستایی با 700 نفر جمعیت تا خدمت در نیروی هوایی پادشاهی بریتانیا در جنگ جهانی دوم و در نهایت تبدیل شدن به منجی سرخپوشان مرسیساید. این داستان شگفت‌انگیز مردیه که با تعهد مثال زدنی و عشق جنون آمیزش به فوتبال تبدیل به یکی از بهترین سرمربیان تاریخ شد. کسی که در کنار جام‌های درخشان و دستاوردهای ارزشمندش با یه جمله معروف به یاد آورده میشه. بعضی از مردم فکر میکنن فوتبال مسئله مرگ و زندگیه. چنین طرز فکری برای من ناامید کننده است. بهتون اطمینان میدم فوتبال خیلی خیلی مهمتر از مرگ و زندگیه. اسکاتلند، منطقه ایرشایر، روستای گلنباک. ویلیام شنکلی در 2 سپتامبر سال 1913 در این نقطه چشم به جهان باز کرد. در روستایی با کمتر از 1000 نفر جمعیت و در خانواده‌ای با 4 برادر و 5 خواهر. کودکی ویلیام با سختی و مشقت زیادی گذشت تا جایی که در ماه‌های سرد و زمستانی گرسنگی همدم همیشگی او خانواده‌اش بود و ویلیام کوچک چندین بار از سر گرسنگی از مزرعه‌های اطراف میوه و بیسکویت می‌دزدید. هر 4 برادر ویلیام فوتبالیستای حرفه‌ای بودند. خود شنکلی بعدها گفته بود که او و 4 برادرش میتونستن هر تیم 5 نفری رو توی دنیا شکست بدن. شنکلی در کودکی در حیاط مدرسه فوتبال بازی می‌کرد و در اوقات فراغتش برای تماشای بازی رنجرز یا سلتیک به گلاسکو میرفت. او 19 ساله بود که فوتبال حرفه‌ای خودش رو با بازی در باشگاه کارلایل یونایتد شروع کرد. ویلیام شنکلی جوان به مدت 1 فصل در پست هافبک راست برای کارلایل یونایتد به زمین رفت. بعد از انجام 16 بازی با لباس این تیم، پرستون نورست اند با پیشنهادی خواهان جذب او شد. ویلیام بعد از مشورت با برادرش این پیشنهاد رو پذیرفت و به این تیم رفت. بیشتر دوران بازی شنکلی در پرستون نورست اند سپری شد. او در نزدیک به 300 مسابقه برای این تیم حضور داشت و در این مدت 13 بار هم پاش به گلزنی باز شد. اما مهمترین مهارت این بازیکن اسکاتلندی نه گلزنی بلکه توانایی ویژه‌اش در تکل زدن بود. اما متاسفانه تراژدی جنگ جهانی دوم مانع از رشد و شکوفایی کامل شنکلی شد. 1 روز پیش از تولد 26 سالگی ویلیام با تهاجم آلمان نازی به لهستان جنگ جهانی دوم شروع شد. شنکلی به عضویت نیروی هوایی پادشاهی بریتانیا درآمد و فوتبال او هم مثل سایر ستارگان اون دوره تحت تاثیر تلاطم‌های جنگ قرار گرفت. در طول سالهای جنگ به علت کمبود بازیکن مرسوم بود که بازیکنان در تیم‌های مختلف بازی کنند. شنکلی در این دوره چندین بار برای تیم‌های نوریچ، آرسنال، لوتون تاون و کاردیف به زمین رفت. او 1 بار هم با لباس لیورپول به مصاف اورتون رفت، بازی که با نتیجه 4-1 به سود قرمزها به پایان رسید. در نهایت شنکلی با بازنشستگی در سال 1949 خودش رو برای ماجراجویی بعدیش توی فوتبال آماده می‌کرد. مربیگری. همانند دوران بازیگری، دوران مربیگری ویل شنکلی هم با باشگاه کارلایل یونایتد آغاز شد. عشق و علاقه بی‌انتهای این مرد به فوتبال به او کمک کرد تا اندک زمانی نگذره تا سیستم‌های تاکتیکی مختلف رو مطالعه و دانش مورد نیاز برای مربیگری رو کسب کنه. در فصل 1949-50 اولین فصل مربیگری شنکلی در کارلایل یونایتد، این تیم فصل رو در رتبه 9 لیگ دسته سوم انگلیس به پایان رسوند. فصل بعد شنکلی و کارلایل یونایتد در رتبه 3 به کارشون پایان دادن و اگرچه نتونستن جواز صعود رو کسب کنن، اما هواداران این تیم از سبک بازی و نتایجی کسب شده راضی بودن. در پایان اون فصل اما لیورپول به جذب شنکلی علاقه‌مند بود، اما به دلیل رد شدن در مصاحبه باشگاه او به این باشگاه راه پیدا نکرد. بنابراین راهی گریزبی تاون شد. گریزبی تاون هم تحت هدایت شنکلی نمایش‌های خوبی ارائه کرد، اما هر بار با وجود اینکه تا نزدیکی صعود به دسته اول پیش میرفت در این هدف ناکام میموند. شنکلی پس از 3 فصل گریزبی تاون رو به مقصد ورکینگتون ترک کرد، اما در اون باشگاه جزئی ترین کارها مثل نوشتن نامه یا پاسخ دادن به تلفن‌ها هم بر عهده او بود. به همین دلیل بعد از 1 فصل از این باشگاه جدا و به عنوان کمک مربی به هادرسفیلد ملحق شد. این مربی جاه طلب اسکاتلندی اگرچه که در هادرسفیلد موفقیت‌های کارلایل و گریزبی رو تکرار نکرد، اما ستارگانی مثل دیو هیکسون رو کشف و پرورش داد. نوامبر سال 1959 لیورپول 1 بار دیگه به شنکلی پیشنهاد کار داد و این آغاز دورانی جدید بود، هم برای شنکلی هم برای لیورپول.
هر آن چیزی که امروز از باشگاه لیورپول سراغ داریم ریشه در دوران بیل شنکلی در این تیم داره. لباس یک دست قرمز، تابلوی معروف آنفیلد، سرود مخصوص لیورپولی ها همه ریشه در دوران درخشانی دارند که بیل شنکلی در این تیم بود. وقتی که در 12 جولای 1974 شنکلی به شکل غافلگیر کننده خبر بازنشستگی خودش رو اعلام کرد، لیورپول به یک قدرت برتر در فوتبال انگلیس تبدیل شده بود. تیمی که تا پیش از شنکلی 5 سال در دسته دوم انگلیس حبس شده بود، با شنکلی به 3 عنوان قهرمانی لیگ دسته اول دست پیدا کرد. بازیکنان بی‌کیفیت و بی‌انگیزه اواخر دهه 50 جای خودشون رو به ستارگانی مثل راجر هانت، ایان کلهن، رانگتس، ایان سنت جان و غیره زالک داده بودند. لیورپول تیمی جدید شده بود، تیمی با هویتی بزرگ و جاه طلبی هایی بزرگتر. شنکلی با سخت کوشی و دیسیپلین منحصر به فرد و تعهد بی‌نظیری که نسبت به هواداران داشت، لیورپول رو از نو ساخت. دوران 15 ساله حضور شنکلی در لیورپول با کسب 10 جام به پایان رسید که شاید مهمترین اونها قهرمانی اف ای کاپ سال 1965 بود. اولین قهرمانی قرمزها در جام حذفی، قهرمانی که شنکلی قولش رو به سران باشگاه داده بود. اما میراث بیل شنکلی در لیورپول فراتر از جام‌ها و افتخاراته. این مربی افسانه اسکاتلندی روح تازه‌ای به لیورپول و مردم این شهر بخشید. در اون سالها مردم لیورپول 2 دلیل برای افتخار داشتند. یکی گروه بیتلز و دیگری لیورپول بیل شنکلی. شنکلی منجی لیورپول و آغازگر دوران درخشان این باشگاه بود. مردی که عشقش نسبت به فوتبال از جغرافیای مرگ و زندگی هم فراتر میرفت.